سلام. تا حالا براتون پیش اومده وارد یه مذاکره بشید و حس کنید انگار دارید میرید میدون جنگ؟ خب بیایید این ذهنیت رو کلاً بذاریم کنار. چون مذاکره اصلاً یه نبرد نیست، یه مهارته. مهارتی که واقعاً هر کسی میتونه یادش بگیره و توش استاد بشه. خب، بیایید با این سوال اساسی شروع کنیم. شما یه مذاکره کننده حرفه‌ای رو که می‌بینید، با خودتون میگید این دیگه استعدادش رو داره، ذاتیه. اما واقعاً داستان همینه؟ جواب یه نه قاطع و بزرگه. هنر مذاکره کاملاً اکتسابیه. این یعنی چی؟ یعنی هر کسی از جمله خود شما میتونه با فهمیدن اصولش و استفاده از تکنیک‌های درست تبدیل به یه مذاکره کننده عالی بشه. خیلی خوب، پس حالا که میدونیم این یه مهارته، چرا این همه مذاکره به بنبست میرسه و خراب میشه؟ دلیلش یه اشتباه خیلی بزرگه که بیشتر ماها انجامش میدیم. بریم ببینیم این اشتباه چیه. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ما باید تعریفمون رو از مذاکره عوض کنیم. مذاکره میدونید جنگیدن با استدلال و حرف نیست، بلکه یه فراینده برای اینکه تا جایی که میتونیم اطلاعات کشف کنیم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم داریم مذاکره میکنیم، در حالی که فقط وارد یه بحث و جدل بیخود شدیم. اینجا باید تفاوت بین دو تا کلمه کلیدی رو بفهمیم. موضع و نیاز. موضع اون چیزیه که طرف مقابل میگه و روش پافشاری میکنه. انگار توی رینگ بوکس گیر کردیم که آخرش فقط تقابله. اما نیاز اون دلیل اصلیه که پشت اون خواسته پنهان شده. اگه روی نیاز تمرکز کنیم، مذاکره تبدیل میشه به یه جستجوی مشترک برای پیدا کردن راه حل. این جمله رو ببینید، انگار کل ماجرا رو خلاصه میکنه. انگیزه واقعی پشت هر مذاکره‌ای اون نیاز پنهانه. ما باید یاد بگیریم چطور این نیازها رو کشف کنیم و تو تله موزه‌گیری‌های ظاهری گیر نکنیم. برای اینکه این مفهوم کاملاً براتون جا بیفته، میخوام یه داستان خیلی ساده و به یاد موندنی براتون تعریف کنم که قشنگ نشون میده تمرکز روی نیازها چقدر قدرتمنده. خب، داستان اینجوری شروع میشه. یه خواهر و برادر سر آخرین پرتقال توی خونه دارن دعوا میکنن. این مرحله درگیریه. بعد میرسیم به مرحله موضعا. هر دو پاشونو کردن تو یک کفش که این پرتقال مال منه. اگه داستان همینجا تموم بشه، مذاکره شکست خورده. اما حالا میرسیم به مرحله جادویی، یعنی کشف. یکی میپرسه اصلا پرتقال برای چی میخواید؟ و معلوم میشه برادر میوه‌شو برای خوردن میخواد و خواهر پوستش رو برای درست کردن مربا. و اینجاست که میرسیم به مرحله آخر. یه راه حل برد فوق‌العاده. برادر کل میوه رو برمیداره و خواهر کل پوست رو. تمام، مشکل به همین سادگی حل شد. این عدد رو خوب یادتون باشه. وقتی شما نیاز واقعی طرف مقابل رو کشف می‌کنید، انگار 80% راه رو رفتید. بقیه مسیر برای رسیدن به توافق خیلی خیلی ساده‌تر میشه. این اصل فقط مال داستان‌ها نیست ها. توی زندگی روزمره هممون هر روز داره اتفاق میفته و معمولاً هم با یه جمله ساده شروع میشه. من میخوام. بریم چند تا مثال واقعی رو با هم ببینیم. مثلا سر کار، یکی میگه من 30% افزایش حقوق میخوام. این موضعشه. اما نیازش چیه؟ شاید حس میکنه به اندازه کافی ازش قدردانی نمیشه، یا شاید واقعا نگران هزینه‌های زندگی و امنیت مالی خانواده‌اش. یا مثلا موقع خرید ماشین، خریدار میگه من این ماشین رو 900 میخرم. این موضعشه. اما نیازش چیه؟ شاید نیاز داره که حتما توی بودجه‌ای که براش تعیین کرده بمونه. از اون طرف شاید نیاز فروشنده اینه که ماشین رو سریع بفروشه چون به پولش احتیاج فوری داره. حتی توی خونه به بچه‌مون میگیم تو باید ساعت 10 شب بخوابی. این موضع ماست. اما نیاز پنهان ما چیه؟ نگرانی برای سلامتیش، اینکه به اندازه کافی استراحت کنه و رشد خوبی داشته باشه. پس ببینید کل این فرایند رو میتونیم تو 2 تا مرحله خیلی ساده خلاصه کنیم. اول، مثل یک کاراگاه، با پرسیدن و گوش دادن اطلاعات جمع میکنید تا اون نیاز واقعی رو کشف کنید. دوم، حالا که نیاز رو فهمیدید یه راه حل خلاقانه میسازید که روی رفتار طرف مقابل تأثیر بذاره و مشکل رو حل کنه. اگه قرار باشه فقط یه چیز از تمام این صحبت‌ها یادتون بمونه، اونم این باشه. ذهنیتتون رو عوض کنین. از حالت جنگ و تقابل برین به حالت کشف و کنجکاوی. یعنی از این به بعد هدفتون این نباشه که توی بحث برنده بشید. اصلاً
هدف اصلی شما اینه که بفهمید داستان واقعی چیه. اون نیاز پنهان رو مثل یک گنج پیدا کنید. و حالا یه سوال برای خودتون. دفعه بعدی که توی موقعیت مذاکره قرار گرفتید، به جای تمرکز روی موضع‌ها و این که کی چی میگه، به دنبال کشف کدوم نیاز پنهان میگردید. مطمئن باشید این تغییر دیدگاه همه چیز رو عوض میکنه.